فهمیدی چی رو شد؟ من خودم تا ترکیه میخوام بیام میترسم نکنه الکی ما رو بگیرم به گایدم بدم فلان اینا. من نمیدونم ولی خب بسی هم بگم بهتون این امروز یادتون باشه این کاری که این آقا کرد، من دارم میگم به عنوان خواننده کسخل صداشم ولی باش برخورد ندارم. من خودم از اینجا آدم خوبیم ولی یکی بیاد 2 روز بغل من باشه آدم کسچریم. خب بی‌حوصله‌ام بدنم حال ندارم ولی اینجا خوبم. منم از دور باش کسخل صداشم باش خیلی حال میکنم ولی از نزدیک نمیشناسم. خب این کاری که کرد 1-2 سال دیگه تمام این صحبت ها میخوابه تمام میشه میره و هیچ کم اعدام نخواهد کرد. برای چی کار کرد بنده خدا اعدامش کنم؟ با فوش که بعد بیرا کی کسی اعدام نمیشه. اینم کاری با کسی نداشته که میاد بیرون و بعد اینا همه میشه خاطرات، یه خاطرات بزرگی میشه. آره کار بزرگی کرد. ایوالله قربانت.